سلام دوستان، وقت بخیر. خدا قوت. امروز یک پاور 380 گرین برای ما اومده با این ایراد که تغذیه استنبای مشکل داشت. ابتداً من تغذیه استنبای رو ثابت کردم و بعد دیدم مشکلش حالا یه مقدار بیشتر هست و تخصصی تره، گفتم ویدیوش رو براتون تهیه کنم. مسئله که اینجا داریم، ما توی بخش استنبای چند تا خازن باد کرده داشتیم و چند تا خازن مهم داشتیم که اونا رو ابتداً مشکلش رو برطرف کنیم. کدوم خازن ها بودن الان خدمتتون نشون میدم. خب توی پاور گرین مثلا پاورهای 330 380 و 430 وات ما یک خازن داریم که بین دو تا هیت سینک تو بخش استندبای قرار گرفته، مثلا اینجا قرار گرفته. حالا اگه من اون سمت در واقع بورد رو هم خدمتتون نشون بدم، بین دو تا هیت سینک قرار گرفته. مثلا در پاور 380 این ترانس اگر ترانس به عبارتی استندبای باشه، حالا من زوم کنم براتون، سه تا ترانس ما داریم: ترانس اصلی، ترانس وسط یا ترانس پالس و ترانس استندبای ما داریم. ترانس استندبای سمت راستی ترین ترانس هست، یعنی از سمت چپی ترین ترانس که نزدیک، حالا اگه بخواید جاشو بدونید، نزدیک قسمت ورودیه، فیوز ورودی اینا. این نزدیک ترین ترانس به قسمت مثلا فیوزه. اینجوری برای خودتون این میشه ترانس استندبای. حالا بین ترانس استندبای من حالا تو دوربین براتون بیشتر مشخص کنم. بین ترانس استندبای و هیت سینک یه دونه در واقع چی وجود داره؟ یه دونه خازن 50 ولت 10 میکروفاراد وجود داره. 50 ولت 10 میکروفاراد که اینجا قرار گرفته. ما این رو عوض کردیم. خب این قاعدتا وقتی بخش استندبای شما مشکل داره، حالا من این مقدار زوم تصویرام بیشتر کنم، بخش استندبای شما مشکل داره، این خازن باید عوض بشه، چون اگر هم مشکل رو بدونیم برطرف کنید بعداً به مشکل میخورید. یک خازن هست 16 ولت 2200 میکروفاراد، یک خازن هست 470 میکروفاراد 16 ولت و نزدیک خود آی سی هم یه دونه آی سی TL 494 یه دونه خازن 50 میکروفاراد 10 ولت برای تغذیه این قرار داده شده. حالا اینکه روند کاری پاور به چه صورت هست، پاور در چه صورتی فعالیت میکنه و اینا مبحث جداگانه ایه، ولی ما میخوایم توی یک سری از ویدیوهامون صرفاً ایرادات شاخص، ایراداتی که خاص هستن و نیاز به تحلیل دارن رو برطرف کنیم. توی ویدیوی آموزش تعمیر مثلا حالا پاورها به صورت جامع، اینکه پاور 330 380 و 430 چه توپولوژی‌های داخلشون به کار رفته و چه مداراتی رو درمشون به کار رفته رو بعداً حالا ویدیوش رو که تهیه می‌کنیم به صورت کامل و خدمتتون قرار میدیم. الان صرفاً مشکل این پاور رو ما می‌خوایم برطرف کنیم به عنوان نمونه. خب این پاور چه مشکلی داره؟ الان که ما در واقع 24 پین رو میزنیم 5 ولت استنبای رو داریم، ولی پاور سویچ نمیشه، پاور ولتاژهاش برقرار نمیشه. مشکل از چی میتونه باشه؟ تو چنین در واقع شرایطی ما میتونیم چی کار بکنیم برای حل مشکل پاور؟ شما وقتی مطمئن هستید که 5 ولت استنبایتون ثابته، استیبله و هیچ مشکل نداره، اینجا مثلا رنگ سبز رو به خودش گرفته، در این موقع الان اگر نگاه بکنید ما یک 5 استنبای اینجا داریم. می‌بینید 5 ولت روی مولتیمتر ما مشاهده می‌کنیم. این 5 ولت. پس 5 ولت استنبای هست. همزمان با 5 ولت استنبای از خود ترانس استنبای یک ولتاژی برای تغذیه آی سی اصلی ما که TL 494 تو چنین پاورهای باشه ساخته میشه. که این تغذیه حالا میزانی که داره مثلا حدود 15 تا 20 ولت ممکنه باشه، 12 تا 20 ولت ممکنه باشه، یه چنین رنج ولتاژ داره. حالا ما می‌بینیم اندازه‌گیری می‌کنیم این در کجا قرار گرفته. در دقیقاً دو تا ما دیود داریم. بذارید من دیودا رو خدمتتون نشون بدم. دو تا دیود داریم. من خازن اصلی رو برای اینکه برق گرفتگی رو کنه با این لامپ
مفهوم تخلیه. بله. خب ما دو تا دیود اینجا قرار گرفته. حالا خدمتتون اگر من نشون بدم اگر واضح باشه، دو تا دیود اینجا قرار گرفته. بله. یه دیود اینجا قرار گرفته اگه واضح باشه و یه دیود در کنارش کوچیک‌تره. یعنی دو تا دیود بین ترانس و هیتسینک دوم قرار گرفتن در بخش استندبای. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که یه دیود برای قسمت 5 ولت استندبای هستش و یک دیود دیگه برای قسمت 12 تا 20 ولت هستش. خب من در قسمت 12 تا 20 رو اندازه‌گیری میکنم، برق رو اتصال میدم دوباره مجددا. خب و در این قسمت ما 5 ولت رو داریم، در این قسمت 12 ولت رو داریم. خب این 12 وقتی سویچ میکنیم میزانش بیشتر میشه، یعنی میزان اختلاف ولتاژی که بین در واقع این مسیر و گراند میفته بیشتر میشه. و حالا نکته دیگه که وجود داره، این مسیر 12 تا 20 ولت بست میشه به تغذیه آیسی مستقیما. توسط چی؟ توسط یک عدد مقاومت کم اوم. حالا تست میکنیم. قبل از این مقاومت اینو دقت کنیم، ما 12 ولت رو داریم. بعد از این مقاومت ما هیچ ولتاژی نداریم. یعنی این مقاومت در مسیر استندبای و تغذیه آیسی به مشکل خورده. این مقاومت رو خارج میکنیم، یک مقاومت 22 اوم اگر اشتباه نکنم 22 اوم رو جایگزین میکنیم، ببینیم که تغذیه آیسی فعال میشه. چون آیسی تا تغذیه نداشته باشه سیگنال خروجی پی دبلیو ام خروجی نمیده. حالا ما این آیسی رو در واقع این مقاومت رو تعویض میکنیم و ببینیم مشکل در واقع این پاور برطرف میشه یا نه. با ما همراه باشید. خب دوستان ما اومدیم در واقع این کار رو انجام دادیم و مقاومت رو تعویض کردیم با یک مقاومت 22 اوم سالم. البته چون این مقاومت مقدارش مشخص نبود و سوخته بود، ما از روی بورد مشابه که 380 وات بود تونستیم تشخیص بدیم. ولی کلا یه مقاومت کم اوم، شما میتونید 10 اوم 20 اوم قرار بدید ببینید جواب میگیرید یا نه، یا مثلا 5 اوم 10 اوم 20 اوم بذارید ببینید جواب میگیرید. خیلی تفاوت نمیکنه، چون ما حالا نمونه اصلیشو داشتیم از رو خودش نگاه کردیم. الان نگاه کنید اینجا ولتاژ اومده، اینجا هم اومده. حالا نمیدونیم مشکل پاور برطرف میشه با همین مسئله یا نه. بله مشکل پاور با همین موضوع برطرف شد. ولتاژ تغذیه آیسی رو اگر ما نگاه بکنیم اومده 10 ولت. وقتی سویچ میکنیم میره و حالا یه مقدار تغییرات داره و میشه 14 ولت میشه ثابت و مشکل پاور برطرف شد. حالا تو آموزش‌های بعدی نمونه‌های دیگه هم از این مسائل رو خدمتتون قرار میدیم. ممنون که همراه ما بودید. خدا قوت، خدا نگهدار.